واکنش مردم افغانستان رو ببینن وقتی یه ایرانی تو صف افغان هاست تو افغانستان و افغانیه بهش نون نمیده به خاطر اینکه ایرانیه. بچه این شعار نیستا، ولی گاهی اوقات به خصوص الان که انقدر این افغان ستیزی رواج پیدا کرده تو ایران، بد نیست خودمون رو جای اونا بذاریم. اگه ما بودیم توی کشور دیگه ای و از کشور خودمون به خاطر شرایط خیلی ترسناکش فرار کرده بودیم، پناه آورده بودیم، دوست داشتیم برخورد اون مردم با ما چطوری باشه. دقیقاً بعضی وقتا آدم خودش بذاره جای بقیه. خب بریم با هم دیگه دنبال چی میگم؟ بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم که واکنش مردم چجوریه. بربری داری؟ نون بربری. بربر نوبت من هستم بربری. سنگک داری؟ یک دانان مریض. درست نون بربری. از کجاست که؟ آمدی هم نوبت میگیری هم اون آقایی که کت پوشیده ایرانیه دیگه. اینجا هم افغانستانه. ایرانی ها همه جا دنبال نون بربری هن. آمدی جمع استاد میشم گپ میزنی. نوبت تو چی کار داری؟ اومدم نون میگیرم. تو چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ ما گپ برام بزن. ایرانی هم به تو چه؟ از کجا ایران هستی؟ بیاد به ایران تا ما را نان نمیگیری خودت آمدی نان میگیری. چی گپ است؟ ضرور. ایرانی خودم چه میکنه؟ بیاد خدا رو تو اومدن دارن شکایت میکنن. چه صف خلوتی هم داره بچه‌ها. کلا 4 نفرم بیشتر توش نیستن. نه بارش هم موسیقی ایرانی آمده این کارو منان میگیره سلام مسلمان باشه ما مسلمان نیستیم. خیلی میگه مسلمونه، نباید باش اینجوری حرف بزنی. حالا من فراتر از این میگم، اصلا من میگم مسیحی باشه یا ارمنی باشه یا هر چی، آدمی یه انسان مثل خودمون، اصلا یه موجود جانداره، نباید باش بی احترامی که حالا چه انسان باشه، چه سگ باشه، چه گربه باشه. شما با هم زبون یا این مشکل نداشت. چیکار کردیم؟ اذیت کردیم. یا من چیز میکنه که میزنه آواره برسه که بره براش میزنه به تو چه؟ به تو چه؟ خیلی صداشون تو همه، ولی خب کلا دارم میبینم که همه‌شون دارن اعتراض میکنن به اون آقایی که واکنش بد نشون داد به ایرانیه. افغانی ها میمون نوازه اگه تو برابرم بخواد تو چی کار داری؟ چی گپ است سر تو؟ سنگک داری؟ نه سنگک منگک اینجا نیست بیادر برو. سنگک منگک اینجا نیست. یالا برو. من نمیدونم این لا کنید تو باز من جزای زیرا میتونم. یک دقیقه صبر. اومدم نون بگیرم به تو چه؟ تو پشت ما مینا نبانم صبر. تو طرف سلاک تو وان تو مرا هلاک تو بده. یا من باش کاری ندارم. یک دقیقه صبر بده. دمشون گرم. یعنی این چندمین باره دارم از این دوربین مخفی ها میبینم اصلا نجات پرست نیستن. روانی هست خودشه. من اومدم حال نام کار داره کدام گناهی نداره. من نون میگیرم به تو اصلا مربوط نیست. غیر از انسانیت قوم، شرافت قوم، یک برابر یکجهتی هیچ مشکلی نیست. چی گپ است؟ یا دو تا ما میگم وقتی که در اونجا که باشه من باشین آقای که داره نقش آدم حالا مثلا نجات پرست بازی میکنه بیاد اینجا بگه که مثلا
اگه ما اونجا بودیم اونا اینجوری برخورد میکردن، اگه ما توی ایران بودیم اونا چجوری با ما برخورد میکردن. میخواستم ببینم جواب مردم افغانستان چیه. گرسنه مونده، کسی گرسنه مونده. نمیره گرسنه مونده. آخه یعنی اصلا جز اینم واقعا الان انتظار نداشتم، یعنی چیز دیگه ای بود میگفتم چقدر بد برخورد کردن و اینا. ولی فقط اون آقایی که لباس قرمز پوشیده بود چه جون و دل داشت جلوی این اتفاقو میگرفت. هیچ وقت تو کره زمین اینجوری نباید به قضیه نگاه کرد. اگه از یه برفرض حالا آفریقایی یه رفتار بدی دیدین یه جا، از یه افغان رفتار بدی دیدین یا از یه ایرانی، هیچ وقت نباید بگیم کلشون افغانی‌ها و این مدلی‌ان، اروپایی‌ها کلشون بدن. چون که حالا ما از یک نمونه یا دو نمونه چیز بد دیدیم از این قشر. من اصلا اینو قبول ندارم و همیشه طرف جایی وای میسم که حق باشه. هر موقع هم دیدیم این شکلی داره به هر کسی، مثل همین فیلمی که دیدیم، ظلم میشه، خیلی قشنگه که این رفتار رو نشون بدیم، بیایم ازش دفاع کنیم. چون من رفتم رو منبر، یه لحظه به خودت بیا، رفتی رو منبر داری نصیحت میکنی. نه با من کوچیکتونم، نصیحت چی باشه؟ فقط نظرم رو گفتم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین، دمتون خیلی گرم. تا یک ویدیوی دیگه فعلا